عجب دنیایی. وقتی که دوستش نمی داشتم ترکم نکرد، اما زمانی که گفتم دوست دارم، با قهر و عتاب رشته آشنایی از ما برید و رفت. پس از رفتنش عقلم به سرم زد و پیش خود قرار دادم که از این پس دروازه دلم را با سنگ غرور می بندم و رویش می نویسم. تعطیل شد. عزیزم، چرا مرا ماهرانه به خود نزدیک کردی و عاقلانه از خود دور؟ مادامی که دوستم نمی داشتی، پس چرا کاری کردی که دوستت بدارم؟ چرا؟ راستی نمیدانم امروز بعد این همه از نامردی تو گیله کنم یا از نامردانی قسمت. حیرانم که چرا قول و قسمت را یک بار شکسته مرا پرداخت. دیگر از خودت مردی میدان نتراش، زیرا تو را همچون یک نامرد شناختم. زمانی که بدون هیچ فکر تنهایم گذاشتی، بی تو ثانیه ها برام مثل روزها و روزها مثل سالها می گذشت. و امروز از این همه غصه خوردن چهره خندانم از دود غم پژمرده گشته و مویهای سیاه هم سفید گشتند. عزیزم، دیگران چی دارند که من آن را نداشتم؟ اکنون مجبورم که چگونه ای که مرا در قلب